عید قربان جشن طاعت و عبادت باز هم بر همه شما بیننده های عزیز ما مبارک. ادامه برنامه صبح و زندگی را از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین و تشکر میکنم که تا این لحظه بخش‌های مختلف برنامه را دنبال کردین. قسمتی که در شروع برنامه ما و رویا همراه یکی دیگر بیشتر صحبت کردیم و با شما عزیزا هم شریک کردیم که مهمانای بسیار عالی امروز قرار است در برنامه با ما باشن. کسانی که شما با چهرهشان آشنا هستین، با کارهایشان بسیار آشنا هستین و از همه مهمتر علاقمندشان هستین. این که مهمان ما در این لحظات برنامه کی هست، رویا بر ما میگه. بله، یک آوازخوان خیلی خوش صدا، خوش استایل، آهنگایش همگی دوست دارن، میشنون، میبینن و من خیلی آهنگایش دوست دارم. بگویم که کی از میهمان ما؟ اگر نه میگی که من خودم بگویم. نه دیگه، تو بابا گفتی بگو. از نشانیش فهمیدم که اینا تو بابا گفتی بگو، من خودم بگم دیگه. گپکت باز از زمین نمونه، باز خار نشیده این روزای دم روی ما جنگی نشید. میکنم روز عید روز آشتی و خوشحالی است دیگه. ما واقعا آهنگایش بسیار زیاد دوست دارم و یگان دفعه آهنگایش خودتون زیاد زمزمه میکنید چون که یک آهنگش مشخصا به خودت خوانده شده و نام خودت دمو آهنگ است. به نامم خوانده. به مو خاطر آهنگ دوست داری. به خودم خاطرش به نامم خوانده شد. اینا دیگه مرا خانه راه نخواد. نه پس خیلی مجبور میکنم به نام رویا خوانده شده. به نام رویا خوانده شده. خب شاید دیگه ما و رستم کمی شوخی کردیم، خواستیم که شما ایزن هم بخندین، خوش باشین، لبخند به لبانتان بیایه. با شنیدن آهنگی که ما و رستم یاد کردیم رویای من، شاید فهمیده باشین که مهمان عزیز ما کی است. صدرالدین عزیز از راه دور از کانادا همین لحظه از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدن و میخوان صحبت‌های خوبشان همراه ما و شما ایزان داشته باشن. ای که در اونجا چی گپاس و صدرالدین عیدش چگونه سپری کرده همراه صحبت‌های می داشته باشیم. سلام به صدرالدین عزیز، عید قربان از صمیم قلب بر خودم تبریک میگم. خوش آمدی به صبح زندگی. درود خداوند بر شما رویا جان و رستم جان، برادر عزیز، و در سیوای شما به همه بیننده های عزیز نازنین تلویزیون آریانا افغانستان میرسانم و روز دومی عید سعیدی قربان به تک تک عزیزا تبریک میگم و بگذار خداوند همیشه برکت و سربلندی براشون عطا کنه. زنده و سلامت باشین. ما هم بسیار زیاد خوشحال هستیم از اینکه در روز دومی در ویژه برنامه صبح و زندگی شما را امروز در برنامه با خود داریم. صدرالدین عزیز، امو رقم که خود در کشور تاجیکستان بسیار زیاد محبوب هستی، در قلب‌های مردمتان جا دارین و امو رقم هم در افغانستان علاقمندان بسیار زیاد خودت داری و ما هم خوشحال هستیم که امروز علاقمندایت خودت حتما از پرده تلویزیون تماشا میکنن و منتظر هستن که بفهمن صدرالدین روز اول عید خود را چگونه سپری کردن. دوستای عزیز، بسیار افسوس که یک سال بسیار چی میگن بسیار فکر میکنم سالی بعد اومد. بگذار که همین بعد خطی دیگه پس سر شد ان شاء الله، چون مثل عیدهای همیشه معمولی نبود دیگه. نماز عید نرفتیم یعنی از بابت کرونا، یعنی کرونا نام داره دیگه این مریضی کلی اومده، اما دیگه خونگی شده و افسوس که ایدها از ایدهای سالهای گذشته بسیار فرق میکرد از خاطری که جایی رفته نمیشه. واقعا صدرالدین پس هیچ جایی نرفتی دیگه؟ روز اول هم خانه بودی، امروز هم به خیالم دیگه تو پلان داری که قرار در خانه باشی. کسی را باز اجازه میتین یا نه که بیانی دیدنی؟ همیشه خانه من باز است و من راستی همیشه دوستا را انتظار هستم. من نه شکر خدا دوستا میبینم مهمونه با خونه ما قدر از کرونا نمیترسیم. بسیار خوب، بسیار عالی. صدرالدین عزیز، در افغانستان زیاد مروج است که در روزهای عید دیگه مو فرهنگ افغانی ما ایجاب میکنه که میوه خشک داشته باشیم، کیک و کلچه داشته باشیم و از میهمانای خود به می رقم پذیرایی میکنیم. در تاجیکستان چگونه است؟ مردم تاجیکستان هم می رقم یک فرهنگ دارن یا کم تفاوتایی داره با افغانستان؟ بله، چی میگم، قریب که یک خیل است و ما فکر میکنم چون که من در خانواده افغانای عزیزم در روز عید در مهمانی بودم و دوستای عزیزم هم در روزهای عیدی امی سعید فطر عیدی قربان مهمانی ما میشون و از مهمانی یعنی عبارت است، چون با خونه هم دیگر با مهمانی میریم و ما در تاجیکستان عادتا از نماز عید شروع میشه و عید و پسان میریم با زیارت عزیزا با منزلشون برای دعا و فاتحه، پسان بعد میریم با خونه دوستان. خیلی عالی. باز در روزای عید، بله، در روزای عید زیاد عیدی میتین یا عیدی میگیرین از بزرگا؟ ما زیادتر عیدی میتیم با تفلکا. خب دل کلان دارین. زیادترین عیدی که دادین چقدر بوده؟ نمیخوام یعنی تبلیغ کنم. خب خیلی معلوم میشه خوب سعی دل کلان دارین دیگه. بله. اینال برای ما از دل میبره امورا
از دل که براینه همون تو گپ بود. خواه این حال ایدی ما 2 نفر چی میشه؟ رویا جان پیشتر صدرالدین در جریان صحبت‌های خود گفت که به طفلا ایدی میتم، یعنی مشخص ساخت که دیگه رویا و رستم به این جمله نمیه. خب میگم ما طفل نیستیم، ولی همیشه دیگه باید مهمان دیگه برای کسی که از ما بزرگتر باشه ایدی باید برای ما بزنه. رستم این حال سعی که من از حق تو دفاع میکنم، تو باز یک گپ دیگه رو میزنی. همین ایدی از راه دور خب ما نمیتونیم بیایم پیسه نقد از پیش خودت بگیریم. صدرالدین جان زمزمه خب برای ما حتما میداشته باشی به عنوان ایدی، چطور؟ با جان و دل من راستی هم یک چند روزی اخیر بسیار یک محفلای یعنی ایدی بود، از خاطر مثال یک چند دوستای عزیز ثبتو داشتیم با هم برای اید یک چند آهنگو را ثبت کردیم. از این خاطر یک کمتر خسته شدگی که من کوشش میکنم که برای شما یک چند مصرع بخونیم به خاطر شما و خاطر عزیزا را شد کردم. سلامت باشین، تشکر، مهربانی. فرمایش بتین کدام آهنگ؟ من فکر میکنم امو آهنگ رویای من اگه زمزمه بکنین، به خاطر که نام همکار ما رویا است. این آهنگ زیاد دوستان داره. خیلی توفه باز خاص هم میباشه. اما طرف نیست. دقیقاً. زنده باشیم. با رویا جان میبخشیم و در سیمای رویا جان با همه عزیزایی که در افغانستان این روزی جشن میگیرن و در گرد تلویزیون هستن ما را میبینن، با همه عزیزان میبخشیم. بسیار. بفرمایید. رویای من، دنیای من، تو قصه شبهای من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. رویای من، دنیای من، فرشته شبهای من، خدای من تو را داده بر دل تنهای من. ای گل بهارم، عشق ماندگارم، تا که زنده هستم تو بمان کنارم. ببخشید دیگه. چقدر زیبا، چقدر مقبول. با وجود از اینکه گفتین خسته هم هستین، چندین کنسرت و محفل را هم سپری کردین، صدایتان خسته است، ولی در حالت خستگی که قدر مقبول زمزمه میکنین. بعد 2 ماه روز دیگه مثل کرانتین بود، اجازه نبود اصلا جمع شدن، ولی در کانادا حدود 50 نفر اجازه دادن که جمع شدن. از این خاطر یک 2-3 محفلی پرایوت میگن چی میگن از ما بود. 2 ماه نخوندم یکی بعد از 2 ماه سری هم 2 شب خوندیم دیگه کمتر خسته شدیم. واقعا صدرالدین جان خیلی مقبول زمزمه کردیم و همون زیبایی خودش داشت. همیشه یا آهنگ وقتی در خانه هم میمانیم ما یا آهنگ میشنیم، همه اعضای فامیل بر ما توفه میتن، میگن یا آهنگ تقدیم به خودت رویا جان که من زیاد در خانه نازدان هستم، از اون خاطر دیگه یا آهنگ بر اعضای فامیلم توفه میتن. واقعا خیلی آهنگت مقبول است و آهنگی که بگو از من یا نه خیلی میشنویم. اکثر از هموطنان عزیز ما بخصوص جوانان آهنگای خودت در افغانستان هم خیلی میپسندن. بسیار خوشبخت هستم و تشکر از همه عزیزا که عزیزا را دارم. بخیر باشید. سلامت باشید. صدرالدین عزیز، چی برنامه‌های داری به خاطر سپری کردن روز دوم و سوم عید؟ قرار است کجاها بری؟ قسمی که در شروع برنامه هم گفتی به خاطر قرنطین و قدر دیگه تصمیم نداشتی که بیرون بری به دید و بازدید دوستها، ولی پیشتر هم یادآوری کردی خودت که دروازه خانه برای همه عزیزا باز هست و هر زمان که خواسته باشن میتونن بیان. 100% ما راستی چون اول سرحدها بسته است و همه پلانای ما هم به هم خورده. این سال 20 سفرها بود و 20 تورای کنسرتی کی بود که یعنی چی میگن کانسل شدن و از این خاطر فعلا در همین کانادا هستیم و با محفلای مختلف دعوت هستیم میریم. فعلا کنسرت ها خود اجازه نیست، منتظر هستیم که کنسرت ها اجازه دیدن که با شروع کنیم. باز آوازخانه زیادتر دیگه از این شهر به او شهر، از این کشور به او کشور خوب گشته دیگه، عادت کردگی هستن چند روز در خانه باشن زیاد دق میارن. ما بسیار دقشتیم دیگه. واقعا معلوم داره. معلوم داره. صدرالدین جان سوال اینجا خلق میشه که صدرالدین کانادا چی میکنه؟ حتما به خاطر کارهای هنریش رفته، چرا تاجیکستان نیست؟ نه من یک سال در آمریکا زندگی کردم و پس اون تصمیم گرفتیم که بیایم کانادا. 2 سال میشه که در کانادا زندگی میکنم و تصمیم گرفتیم که اینجا بمونم دیگه. همونجا باشید دائم، تاجیکستان نمیرید دیگه؟ برای فعلا نمیتونیم رفتن، اگر خدا راضی باشه.
خب بله، خدا فعلا مهربان. دیگه خدا بزرگه. تصمیم ندارین که به تاجیکستان سفر داشته باشین. خب صدرالدین عزیز، گاه اوقات هم ما متوجه شدیم که بعض از آهنگای هنرمندان محبوب افغانستان هم شما به نحو بازخوانی کردین و بعض تغییرات آوردین در قسمت کمپوز و مو آهنگ فوق‌العاده زیبا اجرا کردین که از جمله او هنرمندا احمد ظاهر هست، هنرمند محبوب افغانستان که آهنگ زندگی چیست را خیلی زیبا و قشنگ شما اجرا کردین. یک زمزمه میشه از این آهنگ داشته باشین؟ کدام آهنگ زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ بازم اگر از صدای اگم کم بودی باشه بخش میگم. خواهش میکنم صدرالدین جان. آهنگ بلند از ما درخواست کردی همسایه را بدور میکنیم. خیلی خب اگر دوست داشته باشین میشه یک آهنگ دیگر زمزمه بکنین. چشم میخونیم برای شما. زندگی چیست؟ خون دل خوردم، زیر دیوار آرزو مردم، زیر دیوار آرزو مردم. زندگی چیست؟ خون دل خوردم، زیر دیوار آرزو مردم، زیر دیوار آرزو مردم. قدر سر کنیم، شب سر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم. به به، خیلی فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده عالی. امو رقم که آهنگای خودت زیبا و مقبول اجرا میکنی، آهنگای افغانستان هم از هنرمندان محبوب ما را زیبا و قشنگ میخونی. ولی یک سوال میخوایم از خودت پرسان بکنم که چطور علاقمندی پیدا کردی به ای که آهنگای هنرمندان افغان را بازخوانی خودت بکنی؟ ما راستی همیشه در مصاحبه ها میگفتیم که ما احمد ظاهر، یعنی به خود مکتب احمد ظاهر یعنی به خود یعنی قبول کردم و از مکتب احمد ظاهر تا حال هم میآموزم. و چون احمد ظاهر برای بسیار هنرمندای تاجیکستان مثل خلگو است و استاد حساب میخوره و مثل که ما همیشه در مصاحبه ها میگفتم احمد ظاهر و کرامت الله قربان این دو هنرمندی هست که ما همیشه دوست دارم آهنگاشون یعنی بازخوانی کنم و در محفل هم زیاد از من خواهش میشه و هم با جون و دل این آهنگا را اجرا میکنم از خاطر که این امر دلی ما است و ما همیشه این کوشش میکنیم که اگر به درجه عالی هم نباشه یعنی کمی هم باشه با پایه آنها برسه ان شاء الله که اجرایش ما نکی کوشش میکنم همیشه نکی هیچ وقت میتونم که رسیدن نمیتونم. واقعا خیلی زیبا میخوانین. اگر بازخوانی هم کردین واقعا خیلی زیبا شما میخوانین و به همون تون صدایتان میشینه آهنگای احمد ظاهر که شما دوباره بازخوانی میکنین. با آوازخوانی افغانی که آهنگای دوگانه خواندین صدرالدین جان، خودتان پیشنهاد کردین یا اونا پیشنهاد کردن؟ چگونه بود؟ لحظه‌ای بود که من پیشنهاد کردم و بود لحظه‌ای که با همکاری عزیز پیشنهاد میکردن و من همیشه دوست دارم که همکاری بین هنرمندای تاجیکستان و افغانستان زیادتر باشه چون ما در یک فرهنگ داریم، یک زبان داریم و باید همکاری هم همزیج باید همیشه باشه و انشالله دعا میکنیم که همیشه ما آرزو دارم که افغانستان عزیز همیشه آرام باشه و ما راحت سفر کرده بتونیم امنیت خوبتر شود انشالله که اگر فکر میکنم امنیت خوب میبود ما در کانادا نمیبودیم، در افغانستان نمیبودیم، در تاجیکستان نمیبودیم. بخیر. بسیار خوب. صدرالدین عزیز، در روزهای عید قربان بیشتر مردم قربانی میکنن، کسایی که تواناییش داشته باشه، گوسفند، باز یا هم گاو، بعضها حتی شتر قربانی میکنن. خودت چطور چی تصمیم داری که کدام حیوان امروز بخیر قربانی بکنی یا قربانی کردی؟ راستی همیشه وقت در تاجیکستان بودیم همیشه قربانی میکردیم در روز در اینجا کم دشواری داره چون ما فعلا خوب بلد نیستم شهر و گجایی که در گجا مال میفروشم چی و این سال باز یک سالی بسیار دشوار اومد چون نمیشه یک اونجا برآمده و راستی از این فکرم نبودیم لیکن با هم نماز عید در خانه با اهل فامیل خوندیم و خدا قبول کرده باشه ان شاء الله. دیگه اما نمازهای جماعت در خانه شده دیگه بسیار خوب دیگه مسجدها بسته نمیشه. بله خب خیر، باز پیسه قربانی را میشه که روان بکنین به تاجیکستان و یک نفر موظف بسازین که از طرف شما قربانی کنن. همیشه این در این جهت همیشه هست که نفرایی که من میدونم که نیازمند هستن و میشناسم با اونا همیشه
الحمدلله کمک میرسونم. صدرالدین جان در کارهای خانه چطور هستی؟ در مثلا تیار کردن کیک و کلچه که در روزهای دیگه خانم‌ها خیلی مصروف می باشن، امروی مادر جان و اعضای فامیل کمک کردین چطور؟ یا فقط دمو تو چی میگن تیار خور هستین؟ تیار خور هستم. معلوم دار است معلوم دار است خوب صحیح تیار خور هستین. نداره. همیشه مادر جان و خانمم خوب یعنی پخته میکنن و همیشه نیاز به اون نیست که من پخته کنم نگویم. خوش به حالتان. واقعا همون تو چیزا تیار پیش روی آدم بیاد دیگه، چرا آدم خود به زحمت بسازه بره آشپزخانه کیک و کلچه تیار کنه؟ نه چون مادر معمولی در پیش نیست، حدود 3 سال میشه مادر من ندیدم و از همینجا روش میبوسم و سلام میرسونم، ایدکش تبریک میگم اگر مرا دیده باشه. ما هم دیگه بر مادر جان تان عید تبریک میگیم. تصمیم داری نگان چکر به افغانستان بیایم بخیر می کرونا خلاص شوه؟ انشالله ما تصمیم بود همین سال یک دو سفر به کابل یعنی پلان شده داشتیم که افسوس دنیا استاپ شد همش دیگه. انشالله این مشکلی برطرف شوه حتما سفر میکنیم به کابل. بله بخیر انشالله که قرنطین و ویروس کرونا کاهش پیدا بکنه و دوباره فعالیت‌های و کارا و پلان‌های شما بتونه که جنبه عملی به خود بگیره و بخیر به افغانستان برگردین که علاقمندای شما هم فوق العاده زیاد است. انشالله که همونطور کنسرت‌هایتان پر از نفر خواد بود از علاقمندایتان که بی‌صبرانه منتظرتان میباشه و به گفته رویا اول همون سیت اول ما رویا میگیریم ریزرو میکنیم. من خودم شما رو دعوت میکنم. سلامت باشید. مقصد یادتان نره باز اینجا ثبوت میاره ببینیم این برنامه رو همراه خود. خب صدرالدین عزیز از کارا و فعالیت‌های هنری جدیدتان بر ما بگوین که خب تا این مدت که روزهای قرنطین بود و همگی کارها متوقف شده بود، بعد از این تصمیم داری که آهنگای جدید داشته باشی، ویدیو کلیپ‌های نو داشته باشی یا نه؟ بله من بسیار در این 3 ماه و 4 ماه قرنطین که بود من یعنی سرکار بودم از جهتی که یعنی ایجاد میکردم و یک 12 آهنگ خودم یعنی ساختم و یک 3-4 آهنگ دیگه از یک بسیار آهنگساز مشهور افغانستان که همکاری قطعی شروع کردم. فعلا نمیخوام نامش بگیرم و میخوام سورپرایز برای عزیزا بمونه و دیگه باید منتظر باشن. ان شاء الله استودیوها که باز شوه حتما ما کارهای آهنگا رو شروع میکنم حتما. خب بخیر دیگه انشالله صدرالدین جان کارهای نوتان هم دیگه ما منتظرش هستیم. فقط این بخیر این کرونا خلاص شوه که شما برین راحت‌تر به مو شوتینگ کلیپایتان هم رسیدگی داشته باشین. بله سعادت. آمین. خب صدرالدین جان زیاد مزاحم خودت نمیشیم دیگه اونجا دیگه فکر کنم ناوقت شب است، بری بخیر استراحت کنی. همینجا رستم میگه که یک زمزمه دیگه هم بر ما صدرالدین داشته باشه اما این را به دل خودت میمانیم که یکم پخشتر زمزمه کنی که همسایه در جان نه که صدرالدین چی گپ شده سرش که این نصف شب بیدار شده و زمزمه کرده میره پشت بیچاره عادت کرده دیگه خواندنا رو اذیت کرده کلی. یکی دیگه بشنویم از خود زمزمه که مقبول. یک اگر اجازه باشه یک 4 مصرع از شادروان کرامت الله قربان میخوام. بسیار خوب است بفرمایید. نمیدانم چه میخواهم خدایا با دنبال چه میگردم شب و روز، چه میجوید نگاه خسته من، چرا افسرده است قلب پرسوز. نمیدانم چه میخواهم خدایا، چه میخواهم خدایا، با دنبالی چه میگردم شب و روز، چه میگردم شب و روز. الای وای خدایا، الای وای خدایا، الای وای خدایا، الای وای خدایا. بسیار عالی مقبول. خیلی با احساس. قربان شما زنده باشین. تشکر. تبریک میگم به همه عزیزا و شما. خدا ان شاء الله همه را به دیدار همدیگر برسونه. الهی آمین. سلامت باشی صدرالدین عزیز. تشکر از حضور خودتان. وقت خوش برات میخوایم. بازم عیدت مبارک. خدا یار نگهدارت. شما را خدا نگهبان. عید همه مبارک باشه. زنده باشید.
بله، بیننده های عزیز، صدرالدین هنرمند خوش‌آواز و محبوب کشور تاجیکستان بودند که روی خط اسکایپ از کشور کانادا با ما وصل بودند. یک وقفه بسیار کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم. داشته های بسیار جالب و جذاب هنوز هم باقی است، ما را فراموش نکنید. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه‌های ما هستید. اگر می‌خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می‌خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواهید به کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.